دوستان ما دیگه واقعا عرق از همه جامون راه افتاده. ما رسیدیم به آخر مسیر، پیش به سوی صبحونه خوردن. قسمت قشنگش دیگه کوه رو اومدیم پایین، تو مسیر سرپایینیم، داریم میریم سمت بچه ها. خیلی باحاله. این ما از اون بالا اومدیم، از درز دره واسه اولین باری مسیر اومدیم. مسیر قشنگی بود، خیلی طولانی شد راهمون، خسته شدیم ولی مسیرش لذت بخش بود، خیلی خوب. حسابی هم عرقمون در اومده. جاتون خالی، کوه لذت داره، کلا طبیعت لذت داره. یه چیز دیگه بچه ها، خواهشن کسایی که کلیپو میبینید، بچه ها یه چیز جالب الان دیدم. خب من فاز اونایی رو درک نمی کنم که میان کوه هم ورزش میکنم هم موشله درست میکنن تریاک بکشن. همین الان موشله هاشون اینجا، پدر منو در آورده این همه تناقض که طرف هم میاد کوهنوردی، چون اگه برای تفریح بود دامنه کوه می نشست، نمیومد بالای کوه. جالب اینه میان بالای کوه هم ورزش میکنن هم تفریح هم میکشن. حالا اگه آبکی بری بالا یه چیز دیگه است. خیلی خوبه. دوستان عزیز، فالوورای گرامی، یه چیزی راجع به موتور EF7 دنده اتومات یا پارسای دنده اتومات بگم. اونایی که سوارن این مشکل رو برخورد کردن، یه روزایی هست که ماشین حس میکنن شتابش بیشتر میشه، یه روزایی حس میکنن شتابش کمتره. این اصلا نه مشکل ماشینه نه مشکل گیر بوکسه. کسایی که دوست دارن این عیبو بدونن بیان تو دایرکت، من خدمتشون ایرادشو میگم و برطرف میشه. برای کسایی که میخوان برن تو جاده دورای بالا دنده بدن درست میشه. کسایی که نیاز دارن دایرکت پیام بدن، براشون دایرکت میشه ایراد. این ماشینم ما شم تقویتی انداختیم، لگد زدن گیر بوکس و علاوه شتاب کمش هم جبران شد.